باتری ماشین، باتری قلمی، پاور بانک و حتی موبایل شما با یه نوع برق خاص کار میکنند. برقی که برخلاف برق شهری جهت حرکتش عوض نمی شود. اسم این برق DC است. اما DC دقیقاً چیست و چرا تقریباً تمام وسایل الکترونیکی به آن نیاز دارند؟ سلام دوستان، در این ویدیو خیلی ساده و کاربردی با برق DC آشنا میشویم. میبینیم DC چیه، از کجا تولید میشه و چرا در دنیای الکترونیک اینقدر مهم است. DC یعنی جریان مستقیم. در برق DC جریان فقط در یک جهت حرکت میکند، برخلاف AC که مدام جهتش عوض میشود. معروف ترین منبع تولید DC باتری ها هستند. مثلا باتری قلمی 1.5 ولت، باتری ماشین 12 ولت یا باتری موبایل. همه اینها برق DC تولید میکنند. حالا سوال مهم اینجاست: چرا بیشتر مدارهای الکترونیکی با DC کار میکنند؟ دلیلش این است که قطعات الکترونیکی به ولتاژ پایدار و مشخص نیاز دارند. مثلا IC ها، میکروکنترلر ها، ترانزیستور ها و پردازنده ها. اگر به این قطعات برق AC بدهیم درست کار نمی کنند و حتی ممکن است آسیب ببینند. به همین خاطر آداپتور موبایل، مودم یا لپتاپ برق AC پریز رو به DC تبدیل می کنند. مثلا برق 220 ولت AC وارد شارژر می شود و در خروجی تبدیل به 5 ولت DC یا 9 ولت DC می شود. در واقع چیزی که موبایل شما مصرف می کند DC است، نه AC. حالا از کجا بفهمیم یک منبع تغذیه DC است؟ معمولا روی بدنه آن علامت DC وجود دارد. این علامت به شکل یک خط صاف و یک خط نقطه چین زیر آن نمایش داده می شود. روی مولتیمتر هم برای اندازه‌گیری ولتاژ DC باید قسمت VDC یا علامت خط صاف را انتخاب کنیم. در تعمیرات الکترونیک یکی از رایج‌ترین خرابی‌ها نبود ولتاژ DC است. مثلا دستگاه روشن نمی شود. اول ورودی AC رو چک می‌کنیم. اگر برق وجود داشت سراغ بخش تغذیه می رویم. بعد ولتاژ DC خروجی رو اندازه می گیریم. خیلی وقتها یه خازن خراب، دیود سوخته یا آداپتور معیوب باعث می شود ولتاژ DC تولید نشود و کل دستگاه از کار بیفتد. برای همین اندازه گیری DC یکی از مهمترین مهارت های یک تعمیرکار است. خلاصه این که DC یا جریان مستقیم جریانی است که فقط در یک جهت حرکت می کند. باتری ها و منابع تغذیه DC تولید می کنند. تقریبا تمام مدارهای الکترونیکی برای کار کردن به DC نیاز دارند و به همین دلیل شارژرها و آداپتورها برق AC رو به DC تبدیل می کنند. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی دارید یا بخشی از توضیحات براتون گنگ بود حتما تو بخش نظرات بنویسید. من همه رو میخونم و جواب میدم. اگر فکر میکنید این ویدیو برای کسی که تازه اول راه الکترونیکه میتونه مفید باشه حتما براش بفرستید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.